و این تصویر اگر صبر کرده، ما را که غلام ساخته، در بدر ساخته، لوت ساخته، لوت دلار ساخته ما را غلام. نه دختری ما به امن ما، نه زنی ما، کلگی را در باد هوا دادیم، روان کردیم در پیش کافرا. والا دخترم تایمش 2 بجه شو شده، در وظیفه است، باز تکبیر شروع میکنه در صف اول، الله اکبر الله اکبر. دروغ چرا میگه الله اکبر؟ الله اکبر میفهمی؟ اگر تو عقیده به بزرگی الله میداشتی، دختری تا به کافر روان نمیکردی. و بدبخت دوستی را با کافر ایجاد نمیکردی، غلام کافر نمیشدی. شهید شد، هر کس میموره شهید شد، هر کس میموره. مولا صاحب در سر قبر دید، پایین قبر سوره بقره را سرش میخوانه، ډوډۍ خور. او به قرآن عقیده نداره، ذالک الکتاب لا ریب فیه. وای به قرآن عقیده نداره. خوب آدم بود. مولا صاحب که 1000 بدی بس دیگه ولی جور میکنه، تا دستی دستی در جنت داخلت میکنه. باز یک چند تا دیگه چی رقم است، اعتراف دیده را مثل باران واره بریزانه. پدر از جای قدوستی ما بود که همیشه جمعه در جمعه مرا فراموش نمیکرد، یک مجلسه قطمه میکرد. یعنی بچه های شام یک کم کم کیله و مالتا بیاره ډوډۍ خور. این بدبختا دین هم چجور کردن، الله رحم بکنه. و این گپاست. خب قرآن این گپا را برای ما میگه اگر صبر نکردیم در بدر هستیم. روزه هم گرفته نمیتونیم اگر صبر نکنیم. صبر بکنی خیر است. سر کسب حلال صبر بکنی، حرام خیلی زیاد پیدا میشه. این مورد امتحان الله متعال قرار میگیره. وظیفه را به خاطر حرام خوری الاکو باز 3 سال کار برات پیدا نمیشه. الله امتحانت میکنه که تو باز چی میکنه، باز رجوع میکنه یا نه. خیر است. برو روزی که پیدا نشد گدایی که خو، لیکن به حرام دست ننداز. بفهمی هر مسلمان امروز درک میکنه غربی نمیتونه کوی مرا پیدا کنه، دره مرا پیدا کنه. خود تو جنابی محترم پیش روان هستی. به خاطر چی؟ ایمانی تا میفروشی به خاطر پول، به خاطر متاع دنیا. قرآن که یک درو مذمت اهل کتاب بیان میکنه که ولا تشتروا بآیات ثمنا قلیلا. چرا؟ این به خاطر چی بیان میکنه؟ که متاع دنیا ارزش پیدا کرد، دین براشان ارزش نداشت. امروز والا مولوی صاحب یکی چی میگه؟ زنگ میزن، مولوی صاحب ما والا در یک دفتر کار میکنم، همین نماز پیشین ما همیشه قضا میشه. چرا قضا میشه؟ در صورتی که نماز پیشین خواندن نمیتونی وظیفه را ترک کنی، سری تو حرام است وظیفه. یک حکم الله را که انجام دادن نمیتونی. اگر در کدام دفتر مؤسسه تو را اجازه ریش ماندن نداره، اون مؤسسه را ترک و سرت حرام است کار کردن در اوجا. در صورتی که یک حکم الله را انجام دادن نمیتونی با آزادی اوجا کار کردن برای تو نارواست. اگر مسلمان هستی عقیده به الله داری که رزاق الله است، دفتر کفار نیست. اگر این عقیده را داری، اگر نداری جدا مسئله است دیگه. دوام نکن که من مسلمانی چون نیستم. دیگه چی میگن؟ والا مولوی صاحب من خو یک کمی کوتاهی خیلی زیاد دارم، خو یک چیزی باز خیرات هم میکنم. بله بیادرکم خیرات خو میکنه. نعوذ بالله یک آدم سود بخوره باز بعد از پیسې سود د مردم د فقیرات توزیع کنه. زن زنا بکنه باز پیسې هم مسجد جور کنه. عجیب گپ است. تو خود از گناه نگاه کو، پشت از این نگرد. مسئولیت خود ادا کو که چقدر مسئولیت داری.